سلام، امروز 26 آبانه و این نقاشی که قراره بهتون نشون بدم اولین نقاشی دیواریه که من کشیدم. البته دومین نقاشیه که من کشیدم. بعد از تقریبا 2 هفته تموم شد و الان میخوام رونمایی کنم ازش. اگر آماده ای یه دونه قلب خوشگل لطفاً بکن و من از خدا قربان. اگه خوشت اومد کامنت ها برام بنویس، خیلی خوشگله.